نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیات گذشته بعد از اینکه دلایل عقلی بر توحید بیان شد، خداوند عزوجل تخویف دنیوی بیان فرمود. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. ای پیامبر، این مردم مکه و قریش مکه که در مقابل دعوت حق تسلیم نمی شوند، برای آنان منتظر باش، منتظر دخان مبین که عرض کردیم بیشترین تفسیر در رابطه با دخان مبین اشاره به قحطی هست که در مکه مکرمه اتفاق افتاد و اهل مکه روزهای سختی را سپری کردند. حال بعد از اون تخویف الله عزوجل نمونه از تخویف بیان می فرماید. نمونه تخویف قوم فرعون است که آنها هم وقتی که موسی علیه السلام آنها را بیم داد، ترساند از عذاب الهی، اونها نترسیدند، اونها تمرد کردند، انکار کردند. برای اونها هم روزهای سختی آمد. هرگاه که آیتی از آیات الهی به شکل عذاب می آمد، اونها به موسی علیه السلام می گفتند از پروردگار خودت بخواه که از ما دفع کند، دور کند این مشکل را، ما ایمان می آوریم. عیناً مثل مردم مکه. لذا خدای تعالی این نمونه را بیان می فرماید. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. ما قبل از این مردم مکه، قریش مکه، امتحان کردیم قوم فرعون را. و جاءهم رسول کریم. برای آنان هم آمد پیامبری معزز، رسولی با شخصیت، سیدنا موسی علیه السلام. و این رسول با این دعوت آمد ان ادوا الی عباد الله. ان ادوا الی عباد الله با توجه به اینکه دو تا ترکیب داره، دو تا تفسیر هم داره. اول اینکه عباد الله منادا هست و موسی علیه السلام بندگان خدا را خطاب قرار می دهد. ای بندگان خدا، ان ادو الی، ادا کنید به سوی من. چی را ادا کنید؟ مفعول ادو محذوف است. ای ادو الی حق الله. تفسیر اول و ترکیب اول اینه
که ای بندگان خدا حق خدا را ادا کنید. حق خدا چیه؟ من الایمان و قبول الدعوه، ایمان بیاورید به خدا و دعوتی که از سوی خدای عزوجل من حامل اون دعوت هستم اون بپذیرید. ان ادو الی حق الله من الایمان و قبول الدعوه یا عباد الله. عباد الله یعنی یا عباد الله، منادا است، ای بندگان خدا. خطاب به فرعون بود، فرعونیان بود، ملأ فرعون بود. بیایید و حق خدا را ادا کنید، بیایید ایمان بیاورید، دعوت منو بپذیرید. این ترکیب اول هست و تفسیر اول. تفسیر دوم اینه که عباد الله مفعول ادو هست، خطاب به فرعون هست و مراد از عباد الله بنی اسرائیل هست. ای فرعون ادو الی عباد الله، بندگان خدا را به من بسپار. یعنی چه به من بسپار؟ معنی اینه که اینها انسانهای احرارند، اینها انسانهای آزادی هستند، برده تو نیستند. اینها را چرا به بردگی گرفتی، به بندگی گرفتی، به کار و خدمت گرفتی؟ اینها را آزاد کن، بذار ما بریم به سرزمین خودمون. بس ان ادو الی عباد الله، ای فرعون، ای قبطی ها، ای فرعونی ها، بندگان خدا را به من بسپارید. اون وقت این آیه شبیه اون آیه دیگه میشه که ان ارسل معیه بنی اسرائیل. ای فرعون بنی اسرائیل را با من بفرست، سرزمین و آبایی و اجدادی ما شام هست، ما میریم شام. شما ایمان نمیارید، دعوت ما را قبول نمی کنید، حداقل بنی اسرائیل را با من بفرست. پس این وقت مراد چی میشه؟ ادو الی عباد الله، یعنی اطلقوهم و سلموهم الی. ای فرعون اینها را آزاد کن و بسپار به من. والمراد بهم بنو اسرائیل کان فرعون مستعبدهم. مراد بنی اسرائیل هست که فرعون اونها را به عبدیت و به بردگی گرفته بود. فرعون اونها را برده خود قرار داده بود. از این موسی علیه السلام ناراحت بود. لذا موسی گفت ان ادو الی عباد الله، بندگان خدا را به من بسپار. انی لکم رسول امین، همانا من برای شما فرستاده الله هستم، امینم، امانت را رعایت میکنم. اما فرعون دو تا کوتاهی داشت، یکی در حق خدا، یکی در حق بندگان خدا. بنی اسرائیل را که پیغمبر زادگان بودند همه را به بردگی گرفته بود، همه را استعمار کرده بود و استعباد عبد خود. دوم این که در حق خدا هم کوتاهی میکرد. پس بر اساس این تفسیر دوم، اون درباره حق العباد هست، حقوق العباد هست، ان ادو الی عباد الله و الا تعلو علی الله، این درباره حقوق الله است. الا تعلو علی الله یعنی بر من شما تکبر نکنید یا بر من غلبه نکنید. موسی علیه السلام را اونها تهدید کردند که تو را ما سنگسار میکنیم، تو را از پای در میآوریم، تو را از بین میبریم. لذا موسی علیه السلام میگه بر من تعدی نکنید به خاطر خدا، علی الله. انی آتیکم بسلطان مبین، من بدون دلیل، بدون مدرک پیش شما نیامدم، من همراه با سلطان مبین آمدم. منظور از سلطان مبین عصا و ید بیضاست. من دلائل دارم، معجزات دارم. و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. وقتی که موسی علیه السلام فرمود که الله تعلو علی الله، توعدوه بالقتل، او را به قتل و به کشتن تهدید کردند.
لذا موسی علیه السلام گفت که من به خدا پناه میبرم اگر شما به من تعدی بکنید، و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون، این که مرا سنگسار بکنید، مرا بزنید، من به خدا پناه میبرم، پایگاه قوی دارم، پشتوانه قوی دارم. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، اگر به من ایمان نمی آورید حداقل از من کنارگیری بکنید، از من فاصله بگیرید، یعنی به من تعرض نکنید، با من کار داشته نباشید، منتظر میمانیم که فیصله خدا چه خواهد بود. علی ای حال موسی علیه السلام تبلیغ خودش را کرد، فرعونی ها او را تهدید کردند. موسی علیه السلام بعد از اون از پروردگار درخواستی کرد، دعا کرد، دعایش اجابت شد. اون دعا را الله عزوجل ذکر می فرماید: فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. از ربش خواست، دعا کرد در محضر رب، پروردگارا اینها قوم مجرمی هستند، جرائم پیشه. مسلک الانبیاء فی مسئله الدعا، اینو بنویسید که انبیا همیشه وقتی که میخوان دعا بکنن از کی میخواهند؟ کسانی که پیروان انبیا هستند باید مثل انبیا از غیر الله نخواهند، از خدا بخواهند. موسی علیه السلام از خدا میخواد، لذا دعا میکنه اینها قوم جرائم پیشه هستند. فاسر بعبادی، خداوند دستور داد که بندگان من را شبانگاه ببر. ببین اینجا اندماج است یا ادماج، یعنی القصه. خدای عزوجل کل جریان را ذکر نمی کند. خب ما از محتوا، از سیاق، از ما قبل و ما بعد کل جریان را متوجه میشیم. موسی علیه السلام دعا میکنه پروردگارا این قوم جرائم پیشه‌ای هستند، ایمان نمی آورند. خدای تعالی دعایش را اجابت میکنه. خدای عزوجل دستور میده موسی را که شبانگاه شما حرکت کنید. فرعون هم اونها را تعقیب میکنن. موسی عصا را میزنه، دریا خشک میشه، از دریا عبور میکنن. اینها اکثرا تو داستان ذکر نیستند. الله میفرماید فاسر بعبادی، این اجابت الهی هست. به وقت شب، اسراء سفر در شب را میگویند. به وقت شب ببر بندگان من را لیلا، باز هم لیل را تصریح فرموده. انکم متبعون، شما مورد تعقیب قرار میگیرید، یعنی فرعونیان شما را تعقیب میکنن. خلاصه موسی رفت. واترک البحر رهوا، دریا را بگذار ایستاده. رهوا یعنی ساکنن، همینطور که ساکن است. دیگه قبل از این ذکر نشد، در آیات دیگه هست، شما هم میفهمید که موسی علیه السلام رفت، به دریا برخورد. قوم موسی نگران شدن، گفتن موسی ما دستگیر شدیم، موسی ما به خاطر شما چه مشکلاتی تحمل کردیم. موسی اونها را تلقین به صبر کرد، با عصا زد دریا را و الی آخره، تا اینکه دریا ایستاد. دریا که ایستاد، موسی علیه السلام با بنی اسرائیل از دریا عبور کردند. بعد از اینکه موسی علیه السلام از دریا عبور کرد، موسی این توقع را هم نداشت که خداوند فرعون را هلاک می کند. فقط موسی علیه السلام و بنی اسرائیل توقعشون این بود که از دریا رد بشند، دوباره دریا چی بشه؟ جاری بشه، تا اونها نتونن رد بشن. لذا موسی علیه السلام میخواست مجدد با عصا بزنه دریا را، تا دریا ادامه پیدا بکند به جاری شدن رودخانه، تا فرعون نتونه رد بشه، تا ما از دستشون آزاد بشیم. اما الله فرمود که نه، موسی صبر کن. الله چه تصمیمی دارد، چه اراده ای دارد، موسی خبر ندارد. لذا الله می فرماید واترک البحر رهوا، بگذار دریا را همونطور ایستاده ساکن. چرا؟ انهم جند مغرقون، همانا اینها لشکری هستند، سپاهی هستند که مغرقون، غرق می شوند. فیصله شده که اینها باید غرق بشند. الله عزوجل می خواهد دل بنی اسرائیل را خنک بکند.
بنی اسرائیلی که سالهای سال تحت ظلم و ستم و شکنجه اینها بوده، الله میخواد جلوی چشمای اونها همه اینها را نابود کند. میگه شما اون طرف دریا بیستید تماشا بکنید. اینها همه ایستادن تماشا میکنند. فرعون با لشکرش، با سوارانش، با پیاده نظامش همه میزنن به دریا، میگن که از راه همینه بریم. همه وقتی که داخل میشن از اول تا آخر، حال الله به دریا دستور میده که الان کارت را بکن. دریا و رودخانه برابر میشه و فرعونی ها همه غرق میشوند، دست و پا میزنند، ایمان میآورند. الان فرعون ایمان میآوره. لذا الله عزوجل باز هم خلاصه اینجا فرموده اینها که غرق شدن، پشت سر چی باقی ماند؟ پشت سر فرعون باغ ماند و کاخ ماند و خانه های مجلل و زیبا ماند و باغ های خوب خوب ماند. الله میفرماید اینها برای کی ماند؟ الله میفرماید کم ترکو من جنات و عیون، چقدرها را ترک کردند، رها کردند از باغات و چشمزارها، و زروع و مقام کریم، و کشتزارها و مقام و جاهای معزز، و نعمت کانوا فیها فاکهین، و نعمتهایی که در اون نعمتها خوشگذرانی می کردند. کذالک این چنین ما اینها را هلاک کردیم. و اورثناها قوما آخرین، ما وارث آنها قرار دادیم قوم دیگر. قوم دیگر را الله وارث قرار داد، این قوم را نابود کرد، این نسل از بین رفت. قوم دیگر کیه؟ قوم دیگر بنی اسرائیل. القرآن یفسر بعضه بعضا، در سوره شعراء هست و اورثناها بنی اسرائیل، ما وارث باغات و کاخها و ساختمانهای فرعون کی را قرار دادیم؟ بنی اسرائیل را قرار دادیم. قرآن فقط مشخص کرده که پشت سر همه برای بنی اسرائیل ماند. چطور بنی اسرائیل؟ آیا برخی از بنی اسرائیل برگشتند حکومت مصر را اداره کردند؟ این قرآن نگفته. یا اینکه بنی اسرائیل هر چه داشتند برداشتند از مصر و بعد به شام بردن با خودشون، اینجا کسانی دیگر را گفتند حکومت به دست شما باشه. هیچ یک از اینها مشخص نیست. فقط همینه که بنی اسرائیل را الله عزوجل وارث قرار داد در سوره شعراء، کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. بعضی اینجا اعتراض گرفتن بر قرآن مجید علیاذ بالله از دشمنان قرآن و مخالفان قرآن، گفتند که این یکی از اشتباهات تاریخی قرآنه. چرا؟ اونا میگن در تاریخ ما نداریم که بنی اسرائیل برگرده به مصر و بر مصر حکومت بکند. در تاریخ چنین چیزی نیست. لذا چون در تاریخ وجود ندارد، این اشتباهی. العیاذ بالله انتظار دارن، توقع دارن که قرآن که کتاب خداست طبق تاریخ بشه، در حالی که تاریخ چیزی هست که بشر اون را نوشته. بشر و انسانها در زمانهای بعدی نوشتن. مثلا امروز یک آقای بلند میشه درباره تاریخ قاجار می نویسه، درباره نادرشاه افشار می نویسه، درباره نمیدونم تیمور و مغول ها می نویسه. خب این خودش در اون زمان نبوده. از این کتاب میگیره، از اون منبع میگیره، از این میپرسه، از اون میپرسه. خب چیزهای درستی جمع‌آوری میکنه، امکان داره اطلاعاتی غلطی هم بهش بدند. خیلی چیزها تو تاریخ هست که غلطه، خیلی چیزها تو تاریخ هست که اشتباهه. خود تاریخ را نقض میکند، خود تاریخ اشتباهات تاریخی را میگیرد. لذا هر چی که تو تاریخ مگه درسته؟ العیاذ بالله قرآن باید
تابع تاریخ بشه؟ قرآن کتاب الهی است. اللهی که عالم به ما کان و به ما یکون است، از گذشته هم میدوند، از آینده هم میداند، چطور انتظار دارید که قرآن مطابق تاریخ باشد؟ لذا بسیاری از مفسران ما، بزرگان ما به شدت با این مخالفن که تاریخ اینطور گفته. تاریخ چی کار؟ تاریخ کیه؟ تاریخ اشتباه میگه، قرآن درست میگه. لذا بحر المحیط علامه اندلسی گفته ان بنی اسرائیل رجعوا الى مصر بعد هلاک فرعون. چون تو قرآن آمده، لذا میگه که بعد از هلاک فرعون به سوی مصر برگشت. اینایی که اعتراض میکنه میگه تو تاریخ نیست که برگشت. خب تو تاریخ نیست. تاریخ این یکی را ثبت نکرده، تاریخ این یکی را یادداشت نکرده. و بعد از این علامه آلوسی می فرماید ولا اعتبار بالتواریخ، تاریخ ها اعتبار ندارند. لازم نیست که قرآن مطابق تاریخ باشه، طبق تاریخ باشه. فالکذب فیها کثیر، تو تاریخ دروغ خیلی زیاده. و کلام الله صدق ام صادق، کلام الله راسته، تاریخ دروغه. قال الله تعالی فی سورة الشعراء، استنباط میکند از آیه سوره شعراء، كذلك و اورثناها بنی اسرائیل. این عبارت بحر المحیط بود، روح المانی جلوتر میاد. اونجا خدا گفته اورثناها بنی اسرائیل، پس این بنی اسرائیل که خدا وارث فرعونیان قرار داد. و آلوسی میگه وقالوا لا اعتبار بالتاریخ، تاریخ اعتباری ندارد. و کذا الکتب التي بید اليهود اليوم، کتاب هایی که امروزه به دست یهودی ها هست، اینم اعتباری نداره، اینم از تاریخ گرفته. لما ان الكذب فيها كثير، چون که دروغ تو اینها زیاده. و حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی هست. و هو سبحانه اصدق القائلین، خداوند صادق ترین قائلان است. و کتابه جل و علا مأمون من تحریف المحرفین، کتاب خدا از تحریف کنندگان چی هست؟ محفوظه، نمیتونن تحریف کنند. پس قرآن راست میگه، هر چی که خلاف قرآن تو بقیه کتاب ها همه خلافه، همه دروغه. به عنوان مثال من عرض میکنم در بعضی از تاریخ ها، در بعضی از کتب تاریخ نسبت به اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهای نوشته که نامناسبه. خب ما میگیم این تاریخ غلط، قرآن درست میگه، حدیث درست میگه. به این خاطر بسیاری از کتاب ها که اون کتاب ها منبعشون تاریخ است، مثل کتاب های مرحوم مودودی که این کتاب ها منبعشون تاریخ است، در رابطه با صحابه چیزهای نامناسبی نوشتند، علما به شدت اون کتاب ها را مورد نقد قرار دادند. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اینها از تاریخ گرفتند. و ما اون چی که در رابطه با اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم معتقدیم، ما از قرآن و سنت میگیریم. وقتی که قرآن و سنت تکلیف را روشن کرده، وقتی که خدای عزوجل قاطبه صحابه را، همه صحابه را میفرماید ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، مهاجرین، مجاهدین، والذین آووا ونصروا، اونایی که اینها را جا دادن، یاری کرده، یعنی انصار. همه مهاجرین و انصار را الله میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم، اینا مؤمنین به حقی هستند، خداوند برای اینها مغفرت مهیا کرده. وقتی که قرآن اینه میگه ما چه نیازی داریم عقیده خودمون را از تاریخ بگیریم؟ تاریخ را امثال من و تو نوشتیم. من از یکی خوشم میاد اون تعریف میکنم، شما خوشتون نمیاد بر علیه می نویسید. بعضی تاریخ نویسان میبینیم که خلفای عباسی را تعریف میکنند، بر علیه اموی ها نوشتند. بعضی تاریخ نویسان اموی ها را تعریف میکنند، بر علیه عباسی ها نوشتند. خب اینها تاریخ نویسان در زمان خلفا بودند،
اینها اونا را تعریف کردند، پول گرفتند. لذا اونچه که تاریخ میگوید، گرچه بعضی ها مثل علامه ابن کثیر تاریخ درستی البدایه و النهایه را هم نوشته، سعی کرده که روایت ها درست تاریخی را بنویسه. بعض هم منبع اینها تاریخ است، اونا از کتاب های دیگری تاریخ گرفتن، سعی کردند که درستش را بنویسن، گاهی درست گاهی غلط اشتباه. بنابراین عقیده را باید از قرآن و سنت گرفت. اینجا هم اون چیزی که بعضی میگویند که تاریخ اینطور میگه، تاریخ وقتی که در مقابل قرآن مجید است، تاریخ را دور بینداز، قرآن بگیر. لذا الله می فرماید و اورثناها قوما آخرین، ما وارث قرار دادیم آنها را، وارث فرعون قرار دادیم قومی دیگر را. که اون قومی دیگه کیه؟ بنی اسرائیل. فرعون کی برایش عزاداری کرد، کی برایش ماتم گرفت؟ فما بکت علیهم السماء والارض، الله می فرماید گریه نکرد بر آنها آسمان و زمین. یعنی تو آسمان و زمین هیچ کسی دلشون به حال فرعونیان نسوخت، هیچ که برایشون پروا نکرد، گریه نکرد. یعنی چه؟ علامه بیضاوی فرموده مجاز عن عدم الاکتراث بهلاکهم، مجاز از این است که هیچ که پروا نکرد برای هلاکتشون، هیچ کس آخ نگفت. والاعتداد بوجودهم، وجود اونها را هیچ که به حساب نمی آورد. لذا قوما آخرین چی شدند؟ جانشین شدند. و گریه نکرد بر آنها زمین و آسمان. و ما کانوا منظرین، و اینها مهلت داده نشدند. این اثر مبغوضیت بود، الله بر اینها خشم کرد، به اینها فرصتی دیگه و مهلتی دیگه داده نشد. به قدر کافی مهلت گرفتند، توبه نکردند. بعضی ها هستند از خدا مهلت میگیرند، خدا مهلت میده بازم توبه نمی کنند. فرعون چندین بار، هر بار شما آیه را خواندید، هر بار میگفت یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون. ای موسی همین عذاب را خدا را بگو دور کنه از ما دیگه میایم بر مسیر هدایت. باز تمرد، باز سرکشی. خداوند تحمل میکنه، حلیم است، اما تا یک حدی آخر به هر حال باید گوشمالی داده بشه. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، همانا ما نجات دادیم بنی اسرائیل را از این عذاب ذلت بار. من فرعون، یعنی از فرعون، عذابی که واقعا من جهت فرعون اون واقع شد و اتفاق افتاد از طرف فرعون. انه کان عالیا من المسرفین، فرعون متکبر بود، عالی متکبر. من المسرفین یعنی از متجاوزین بود. لذا موسی را، بنی اسرائیل را از این فرعون ما نجات دادیم. و بعد از اون ولقد اخترناهم على علم على العالمین، ما انتخاب کردیم بنی اسرائیل را على علم، بر علم، یعنی خداوند همه چیز را میداند، به همه امور دانا هست و واقف است. بر عالمین انتخابشون کردیم، بر عالمین، عالمین زمان خودشان. و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، ما به بنی اسرائیل از آیات دادیم، آیاتی دادیم و نشاناتی دادیم که ما فیه بلاء مبین، در اون آیات برای بنی اسرائیل امتحان روشن بود. بعضی گفتن بلاء مبین به معنای امتحان و بعضی گفتن بلا به معنای نعمت. هر دو درسته. هم خدای عزوجل بر بنی اسرائیل انواع ابتلاعات را آورد و هم خدای عزوجل بنی اسرائیل را انواع نعمتها بخشید. خدا خیلی نعمت بهشون بخشید، نبوت بهشون داد، دین داد، کتاب داد، انبیا را فرستاد، پادشاهی و عزت و مقام هم در دنیا داد. پس هر دو درسته. به هر حال این نمونه ای بود.
ببین فرعون مثل قریش مکه، مثل ابو جهل و ابو لهب، فرعون تمرد کرد، خداوند پوزش را به خاک مالید و بنی اسرائیل را فضیلت داد، عزت داد. حال روی سخن برمیگرده به قریش مکه. قریشی ها هم مثل فرعونی ها با رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارزه کردند، آن حضرت را اذیت و آزار رسوندند و انکار کردند قیامت را، بعث بعد الموت را. الله عزوجل از فرعونی ها، از قریشی ها حکایت می فرماید. الله می فرماید ان هؤلاء لیقولون، زجر و توبیخ است و شما بنویسید التفات به سوی اهل مکه. حال از بعد از جریان موسی روی سخن برمیگرده به سوی اهل مکه. ان هؤلاء لیقولون، همانا اینها میگویند، یعنی قریش مکه چی میگویند؟ ان هی الا موتتنا الاولی، نیست این زندگی مگر همین موت اول، یک بار که بمیریم دیگه خبری نیست. و ما نحن بمنشرین، و ما دوباره زنده نمیشویم. اگر راست میگید که زنده میشیم، اول پدران ما را زنده کنید ما ببینیم. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، پدران ما را بیاورید اگر راست میگویید، اونا را از قبرها بلند کنید. الله عزوجل مجددا تخویف دنیوی بیان میکند. اینها انکار میکنند، آیا اینها بهترین یا قوم تبع که ما اونها را هلاک کردیم؟ اهم خیر ام قوم تبع، آیا اینها بهتر هستند یا قوم تبع؟ منظور از این قوم تبع، قوم تبع حمیری هست. اولا عرض کنم خدمت شما که تبع لقب پادشاهان یمن است، همونطور که در قدیم لقب پادشاهان مصر چی بود؟ فرعون. پادشاهان روم قیصر، پادشاهان ایران کسرا، پادشاهان عرض کنم که یمن لقبشون تبع بود. شخصی اونجا بود به نام سعد یا اسعد، سعد معدی کرب یا اسعد معدی کرب، که یکی از پادشاهان صالح یمن بود. این وقتی که از اهل کتاب شنید که نبی خاتم مبعوث میشه و از مکه هجرت میکند به یثرب میاد و اینجا گروهی او را حمایت میکنند، همون زمان به اولادش وصیت کرد، گفت که فرزندان من به این پیغمبر ایمان دارم، من این پیغمبر را قبول دارم، لذا اگر این پیغمبر در زمان شما آمد حتما شما ایمان بیاورید. خود تبع حمیری اسعد معدی کرب گفت. در روایت داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا تسبوا تبعا فانه قد اسلم، شما تبع را بد و بیرا نگوید، این خودش ایمان آورد، اما قومش پشت سرش بعد از اون تمرد کردن، خدا به عذاب گرفتارشون کرد، خودش آدم خوبی بود. لذا الله می فرماید که آیا شما از قوم تبع بهترید ای اهل مکه؟ اهم خیر ام قوم تبع، آیا اینها بهتر هستند یا قوم تبع؟ والذین من قبلهم، و کسانی که قبل از اونها بودند مثل عاد، ثمود، قوم لوط، قوم های دیگر. اهلکناهم، الله می فرماید اونها که تمرد کردند همه و همه را ما هلاک کردیم. انهم كانوا مجرمین، اینها مجرم بودند. شما اهل مکه میخواید جرم کنید، شما هم مثل اونها، هیچ فرقی نداره، شما را هم به مؤاخذه و به گرفت سختی ما گرفتار میکنیم. لذا این تخویف بود برای اهل مکه. حال بعد از تخویف دلائل را الله عزوجل بیان میفرماید. عجیب، شما آیات قرآن را دقت بفرمایید. خداوند عزوجل میخواهد بندگان ایمان بیاورند.
یک بار دلیل عقلی ذکر میکنه که با عقلت فکر کن، یک بار دلیل نقلی ذکر میکنه از گذشتگان روایت میکند، یک بار الله عزوجل تهدید و تخویف میکند تا کسی که اگر بترسد ایمان بیاورد. گاهی تبشیر بیان میکنه، مژده میده تا انسان ترغیب بشه ایمان بیاره. لذا انواع فنون را الله عزوجل بکار میبرد. حال تخویف بود، بعد از تخویف دوباره دلائل را ذکر میکنند، دلائل آسمان و زمین را که اگر کسی ذره عقل داشته باشد بیندیشد. لذا الله می فرماید وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ما خلق نکردیم نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینشان را لاعبین بیهوده. لاعب بازیگر را میگن، برای بازی، برای بیهودگی، عبث ما پیدا نکردیم. یعنی هر انسانی باید با خودش فکر کنه. خداوند این زمین، این آسمان، این تشکیلات بسیار بزرگ را که ما بخش کوچکش را میبینیم بقیه را نمیبینیم، اینها را همینطور بیهوده خلق کرده. الله میفرما ما اینها را بیهوده خلق نکردیم. ما خلقناهما الا بالحق، ما اینها را نیافریدیم مگر به حق، الا لاظهار الحق، حق را نشون بدیم. شما آیات قدرت خدا را ببینید، به وجود خدا پی ببرید، در مقابل خدا تسلیم بشید، هم ایمان بیاورید و هم عمل بکنید. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند، اکثرشان نمیدانند و هدف زندگی را تشخیص نمیدهند، به سوی هوا و هوس میروند، به سوی خواهشات نفسانی میروند، خدا را به فراموشی میسپارند. لذا الله عزوجل برای اینهایی که نمیدانند اینجا الله تعالی وعید بیان میکند، عذاب بیان میکند، وعید اخروی، تخویف اخروی. و برای اونهایی که میدانند، آنهایی که از این آیات درس میگیرند، برای اونها الله مژده بیان میکند. در پایان سوره هم تخویف های سختی هست و هم مژده های بسیار جالبی هست. الله می فرماید ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، همانا روز فصل، روز فیصله، موعد همه هست، وعده همه ما روزی که چه روزی هست؟ روز فصل است، اون روزی که خداوند به حق فیصله می کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که فایده نمی دهد هیچ دوستی به دوستی چیزی، یا دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ دوستی از دوستی چیزی. اونجا دوستی فایده نداره. اینجا دوستان در دنیا دست دوستان را میگیرن، کسی مشکل مالی داره بهش کمک میکنن، کسی مشکل جانی داره پیش دکتر میبرن، اما اونجا نه. لا یغنی مولا عن مولا شیئا، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ دوستی از دوستی چیزی. ولا هم ینصرون، و نه آنها یاری می شوند، کمک می شوند. الا من رحم الله، مگر کسی که الله بر او رحم کند. الله بر او رحم کند، بالعفو و قبول الشفاعه نوشته آلوسی، خدا او را خودش ببخشد یا شفاعت پیامبری را، ولی از اولیاء را، صالحی را در حقش قبول کند. ولی قبلا ما خواندیم که شفاعت برای اهل توحید میشه، برای اهل شرک نیست. انه هو العزیز الرحیم، الله عزوجل غالب هم است، مهربان هم است، هر کاری میتونه بکنه اما مهربان است. نسبت به بسیاری از بندگانش که ایمان دارند مهربانی میفرماید. و بعد الله عزوجل جزئیاتی از اون روز سخت را، از اون روز فصل را بیان میفرماید. ان شجرة الزقوم، یکی از خوراکی های که در جهنم هستند درخت زقوم هست. درخت زقوم در سوره صاد هم آمده. الله عزوجل می فرماید که اولا چنان شکلی داره
که آدم از شکلش وحشت میکنه. چنان تلخ است که انسان یتجرعه، تلخ است که انسان میخورد و نمیتواند فرو ببرد، و چنان تیز است و خار دارد که اونطوری که هم در آیات آمده و هم در احادیث روده های انسان را تکه پاره میکند. لذا اون شجرت الزقوم را الله میفرماید طعام الاثیم، غذا و خوراک گناهکاران است. و اون وقتی که وارد شکم بشه کالمهله، مثل فلز گداخته شده، مثل ذوب شده، مثل گداخته شده. وقتی که فلز را ذوب میکنند چگونه خطرناک است. الله میفرماید این زقوم وارد شکم میشه، یغلی فی البطون، الله پناه بده، در شکم ها یغلی، غلغل میکنه، به اصطلاح جوش میخوره. الله میفرماید کغلی الحمیم، مثل جوش خوردن آبجوش. آبجوش را روی اجاق بذار چطور جوش میاد، این زقوم در شکم چنان جوش میاد. خذوه فاعتلوه، الله می فرماید این انسان مجرم را بگیرید، فاعتلوه، کشش بدید، بکشید او را، حالش بدید او را، الى سواء الجحیم. فاعتلوه گفتم فجروه، بکشید او را، الى سواء الجحیم، به وسط جهنم بیندازید. ثم صبوا فوق رأسه، سپس بریزید بالایش سرش، من عذاب الحمیم، از عذاب آبجوش. وسط جهنم قرارش بدید، روش آبجوش بریزید، ذق، بچش. الله اونجا به اون خطاب میکنه اون بدبخت را، بچش. انک انت العزیز الکریم، تو در دنیا انسان قدرتمندی بودی، عزیز بودی، کریم، با شخصیت بودی، همه به تو احترام میکردن، تو قیامت ما را انکار میکردی. ان هذا ما کنتم به تمترون، این اون چیزی است که شما نسبت به این شک داشتید، شما قبول نمیکردی. الان بچش، الان ذائقهش را ببین. لذا الله پناه بده، چنین سخت است، چنین مشکل است که در جهنم مجرم قرار بگیرد، چنین از او پذیرایی میشه. اما متقی، انسان پرهیزگار، انسان خدا ترس و با تقوا، اللهم اجعلنا من المتقین. لذا الله عز وجل متقین را و نعیمی که برای متقین از ذکر می فرماد، ان المتقین فی مقام امین، همانا متقیان هستند در مقام امین، در جایگاهی که ایمن هستند. بعد از 4 سال اونها را از کرسی ریاست جمهوری بیرون نمی کنند، همیشه ایمن هستند، هیچ کسی با اونها کار ندارد. فی جنات و عیون، در باغات هستند و در چشمزارها هستند. اونجا انواع خوراکی ها، انواع لباس ها. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، آنها می پوشند، به تن می کنند، من سندس، ابریشم نازک، من سندس ما رق من دیباج، اون ابریشمی را میگن که چی باشد؟ نازک باشد. و استبرق، ابریشم کلفت را میگن، ما غلظ منه، اونی که کلفت باشد. متقابلین، اینها در بهشت روی بروی هم نشستند، یعنی همش صحبته، همش گپه، همش جلسه هست. کذالک، این چنین، یعنی همچنین با هم نشستند و خوشگپی میکنن، به اصطلاح جلسه هست و صحبت هست و سرگرم هستند. و زوجناهم بحور عین، اونها را ما جفت میکنیم با حورهایی که عین، حور به معنای زن سپید رنگ، عین به معنای اونی که چشمهای درشت دارد، چشمهای آهویی دارد. لذا الله عزوجل پوست اون حورها را و چشم اونها را
با این حور عین، با این کلمه الله عزوجل تعریف میکند. یدعون فیها بكل فاکهة آمنین، اونها میخوانند در بهشت هر میوه را، هر میوه تقاضا میکنند برایشون فراهم میشه، آمنین، ایمن هستند. خدای عزوجل از امنیت و از ایمن بودن در بهشت خبر میده. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، نمی چشند در بهشت مرگ را مگر همین مرگ اولی که در دنیا بود. مرگ همینه، دیگه مرگی نخواهد بود. بعد از اینکه خداوند در قیامت انسان را زنده بکند دیگه خبری از مرگ نیست. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، در آن بهشت نمی چشند مرگ را مگر مرگ اولی را. و وقاهم عذاب الجحیم، الله حفاظت می کند بهشتی ها را از عذاب جهنم. این همه نعمت، این همه احسان، این همه محبت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نماز می خونده؟ به خاطر اینکه طاعت و عبادت داشته؟ نه، فضلا من ربک. مؤثر حقیقی، سبب واقعی بهشت اینه، فضلا من ربک، این فضلی هست از طرف ربت. خداوند نسبت به این بندگان لطف می فرماید، فضل می فرماید. ذالک هو الفوز العظیم، این هست فوز و رستگاری بسیار بزرگ. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، همانا ما این قرآن را آسان کردیم به زبان تو ای پیامبر، شاید اینها پند بگیرند. فرتقب انهم مرتقبون، منتظر باش، چون مشرکین قبول نداشتن این حرفا را. منتظر باش، آنان هم منتظر. بعضی میگوین این تخویف دنیوی هست، این اشاره به جریان بدر است. ای پیامبر منتظر باش، مشرکین هم منتظر میمانند، یه روز پوزه اینها به خاک مالیده میشه. چنانکه در بدر این اتفاق افتاد. اما روی این نکته من میخواستم این مطلب را عرض بکنم که الله عزوجل میفرماید ما قرآن را آسان نازل کردیم به زبان شما. از یک طرف نگاه میکنید قرآن خیلی فصیح و بلیغه، چنان فصیح و بلیغه که همه فصحا و بلغا را به زانو انداخت، همه عاجز شدند، هیچ یک در مقابل قرآن نمیتونستن کلامی بیارن. از یک طرف آسانه، هر کس میفهمه، واقعا همه جوانب را رعایت کردن، هم فصیح و بلیغ بودن، در عین حال بسیار آسان بودن. ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن را ما برای پندگیری آسان نازل کردیم. در عین حال آسان بودن این کمال است، این هنر است، این فقط کار رب است. خیلی از نویسندگان هستند، علما، طلاب میشناسند که کتابها نوشتند، کتابهایشون کتابهای ادبیاتی هست، خیلی فصیح بلیغ، اما کتابهایشون چنان سخته، مثلا مثل کتاب مقامات حریری، مثل کتاب متنبی، شعر هست، نثر، نظم، کتابها چنان مشکله، چنان سخته که یک استاد میخواد درس بده این کتابها را باید 4 تا شرح مطالعه بکنه تا بتونی کتاب را بفهمه، از بس که سخته. یعنی اگر فصاحت و بلاغت داشته باشه فهمیده نمیشه، اگر فهمیده بشه فصاحت و بلاغت نداره. اما قرآن مجید نه، در عین حالی که به اوج فصاحت و بلاغت است، بالاترین فصاحت و بلاغت را دارد، بسیار آسان هم است، هر کس میفهمد، بچه هم میفهمد که چی میگه، عالم هم میفهمد، فرنگی هم میفهمد، عامی هم میفهمد، خاص هم میفهمد. لذا چنین کتابی ما بر تو نازل کردیم. این بود سوره مبارکه الدخان که ما در این سوره خواندیم نسبت به مدعایی که در سوره حامیم مومن بود. الله عزوجل پاسخ داد. اونها این اشکال را داشتن، مشرکین گفتن ما
خدایان را فریاد میزنیم، صدا میزنیم، اگر اونها اجابت نکنند، اگر اونها شفاعت نکنند، حداقل اونها صدای ما را میشنوند. خداوند عزوجل در این سوره جواب داد نه، اونها صدای شما را هم نمیشنوند. السمیع العلیم فقط و فقط الله عزوجل هست. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني